حضانت و ملاقات با فرزند. شرکت حقوقی نیکداد به بررسی موضوع حضانت و ملاقات با فرزند می‌پردازد. حضانت در لغت به معنی نگهداری، مواظبت و مراقبت از فرزند میباشد. هنگامی که پدر مادر از یکدیگر جدا میشوند، دادگاه باید در خصوص حضانت فرزند تصمیم گیری کند. یعنی دادگاه مشخص می‌کند فرزند با چه کسی زندگی کند. طبق ماده 169 قانون مدنی، حضانت فرزند چه دختر باشد چه پسر تا 7 سالگی با مادر می باشد و پس از آن حضانت با پدر است. اگر بعد از 7 سالگی فرزند بین پدر و مادر اختلافی در حضانت طفل پیش بیاید، دادگاه با در نظر گرفتن صلاح کودک تصمیم گیری می کند. نکته مهم این است که چه پیش از 7 سال و چه پس از آن، دادگاه باید مصلحت طفل را در نظر گرفته و اگر زندگی با پدر یا مادر به مصلحت طفل نیست، از حضانت آنان جلوگیری کند. اگر در مدتی که حضانت با مادر است، او با شخص دیگری ازدواج کند، طبق ماده 1170 مدنی، حضانت با پدر است. اما اگر دادگاه تشخیص دهد که به صلاح کودک است تا با مادرش باشد، حق حضانت مادر همچنان پابرجا خواهد بود. حال اگر هر کدام از پدر یا مادر فوت کنند، حضانت با آن کسی است که زنده می باشد. طبق ماده 43 قانون حمایت از خانواده، اگر پدر فوت کند، حضانت به مادر منتقل می شود، مگر اینکه دادستان یا ولی قهری اعطای حضانت به مادر را به صلاح طفل نداند. شخصی که حضانت را بر عهده دارد، طبق ماده 42 قانون حمایت از خانواده، نمیتواند طفل را از محل حضانت خارج کند. هرگاه کسی که حضانت با اوست یکی از اعمالی که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم را انجام دهد، دادگاه در مورد حضانت طفل تصمیم مناسب خواهد گرفت. اعمال شامل اعتیاد به مواد مخدر و قمار، فساد اخلاقی، ابتلا به بیماری روانی با تشخیص پزشکی قانونی، مجبور کردن کودک به انجام کارهای غیر اخلاقی مثل قاچاق، گدایی، فحشا، کتک زدن کودک خارج از حد متعارف. برای والدینی که جدا از یکدیگر زندگی می کنند، قانونگذار در ماده 1174 قانون مدنی برای پدر یا مادری که کودک تحت حضانت او نمی باشد، حق ملاقات در نظر گرفته است. تعیین زمان و مکان ملاقات با توافق والدین است، اما در صورت اختلاف، دادگاه زمان و مکان را تعیین خواهد کرد. دادگاه صالح برای رسیدگی به موضوع حضانت و ملاقات با فرزند، دادگاه خانواده می باشد. طبق ماده 54 قانون حمایت از خانواده، هرگاه کسی که مسئولیت حضانت را بر عهده دارد، به تعهداتش عمل نکند یا اجازه ندهد اشخاصی که حق ملاقات با طفل را دارند به دیدن او بروند، با تحقق جرم ممانعت از ملاقات فرزند برای اولین بار تا 10 میلیون تومان جریمه می شود و اگر دوباره تکرار کند 10 میلیون تومان جریمه می شود. حضانت طفل به معنای ولایت یا قیمومت او نیست. بنابراین شخصی که حضانت را بر عهده دارد نمیتواند برای طفل معامله کند یا اجازه خروج او از کشور را بدهد یا اموال طفل را اداره کند. این امور بر عهده ولی یا قیم است. نفقه طفل با پدر یا جد پدری است. بنابراین کسی که حضانت طفل را بر عهده دارد میتواند نفقه طفل یعنی هزینه خوراک، پوشاک، مسکن و هزینه‌های درمانی طفل را از پدر، در صورت فوت او از جد پدری یعنی پدر بزرگ پدری مطالبه کند. حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است. در نتیجه زن و شوهر نمیتوانند با توافق هم و در مقابل دریافت وجه حضانت را به دیگری واگذار کنند،
مگر اینکه دادگاه تشخیص دهد بودن فرزند با پدر یا مادری که قانونا حق حضانت ندارد به مصلحت طفل است.